مردی گوسفندی ذبح کرد و آن را کباب نمود. به برادرش گفت برو و دوستان و نزدیکان را بگو که بیان تا با هم این گوسفند را بخوریم. برادرش رفت و در بین دهکده صدا کرد: آی مردم کمک کنید، خانه ما آتش گرفته است. تعدادی اندکی برای نجات دادن آنها آمدند. وقتی به خانه رسیدند، با کباب گوسفند و نوشیدنی‌های رنگارنگ پذیرایی شدند. برادرش آمد و دید که کسان دیگری آمده و گوسفند کباب شده را خوردند. از برادرش پرسید: چرا دوستان و نزدیکان را صدا نکردی؟ برادرش گفت: اینها دوستان ما و شما هستند، کسانی که شما آنها را دوست و خویشاوند می‌پنداشتید. حتی حاضر نشدند تا یک سطل آب هم روی خانه شما که آتش گرفته بود بریزند. خیلی‌ها هنگام کباب خوردن دوست آدم هستند. وقتی خانه آتش گرفت، یک سطل آب حتی روی خاکسترتان هم نخواهند ریخت. قدر دوستان واقعی را بدانید و این پست را برای آنها ارسال کنید.